بریم که با هم دیگه کیک رژیمی جوی بسیار خوشمزه درست کنیم. مواد لازم: 2 عدد سیب، 3 عدد تخم مرغ، 1 لیوان شیر کم چرب، 2 پیمانه جوی پرک، 1 قاشق چای خوری وانیل و 1 استکان شیره خرما یا انگور، هر کدوم که خودتون دوست دارید. تمام مواد رو با هم مخلوط کنیم. تو مخلوط کن می‌ریزیم و خوب مخلوط میشه و در آخر 2 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم. مواد که خوب مخلوط شد داخل قالب می‌ریزیم و روی کیک رو با گردو تزیین می‌کنیم. و در آخر یا داخل فر یا توستر می‌ذارید که بپزه، یا مثل من داخل کیک پز که من خودم کیک پز داشتم و داخل کیک پز گذاشتم پخت. و بریم در آخر نتیجه کیک خوشمزه‌مون رو ببینیم. نوش جان. پیشش بعدم گشانانی ناشانی دا باشمان نینشاسی سوسکاش میشانین آقا هگوشه بعدم مداره پیشم اشه نوشمد